سلام چطوری؟ امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه به پا نیافتی. خب بچه ها امروز اومدیم یک روز زندگی در باغ. بعد میخوایم امروز کلی کار عجیب و غریب بکنیم. اینم نمای باغه. بعد الان از جمله کارهای امروز ما میخوایم آش بپزیم و اینکه کلی تو باغ بچرخیم و جاهای دیدنیشو به شما نشون بدیم. این خیلی خیلی میخوام آتیشم بکنیم. همین که این گو لایک و دنبال یادتون نره بزن بریم. این شکمون جمعه با اینکه هرچی میخوره انگار لاغره، هیچی تو بدنش نمونه. خب بیا آتیش کنیم. با ما همراه باشید. الان رسیدیم به رنگ همیشه در باغ باید آتیش باشه. آتیش نباشه یعنی زندگی نیست. ما میریم چند لحظه بعد دوباره میایم و دیگه موقع دوباره آماده بیایم جمع‌آوری میکشه. اون قسمت کارت میدیم که شما خسته نشید. یه ذره باشه. خب ما دوباره برگشتیم. میخوایم الان آتیش روشن کنیم ولی به نحو خودمون. الان که میگیره غلط میکنه ما میگیریمش ولی امیدوار. خب تا این آتیش روشن کنه اینا بیا یکم حرف نگاه کنی. من تازه چنلمو زدم. خب باید کمکم بکنی. بعد اینکه معروف شدیم میریم توی فروشگاه بزرگ ایران مال و اونجا کلی کار میکنیم مثل نیما تکیدو. آره خب گرام؟ آره آتیش گرام. گرام فیلم بعدا بیجه صدامون خود تو فیلم قرار نمیفته. قرار تو اتاق صدا بذاری. نه که میفته الان نه دیگه زرزری نه زرزری قرار نمیفته. زرزری خب الان دیگه آتیشمون گرفت. خب الان آتیشم داریم. باید بریم به کارهای دیگه ما. خب فعلا فیلم بعد بیبار تو من تا خداحافظ. بیبار تو من دیگه لازم. خب دیگه داریم میرسیم به اونجایی که آبه اینجا هست. دیگه کم کم داریم میرسیم. اینا هم دارن میرن، این موتوریان دارن میرن پارک خیلی نزدیکمونه. اگر لایک های این ویدیو
به 500 تا برسه براتون 1 روز زندگی در پارک رو میگیرم. خب اینم آبیه که اینجا هست و ما مثل رد شیم و بریم این طرف. اینجایی بعد اینجا هست. اینجا راه داره به همون باغ ما که الانه آبی نمیاد. نما خوش شده. اگر هم بخوام بعد این راهو مستقیم بریم تا بتونیم اینا با چیز کنیم که به ارزشش نمیارزه. یه بار رفتیم خونمون پاره شد، یه نمیتونیم ترجیحش نمیدیم. خب فقط اومدیم اینجا رو به شما نشون بدیم و دیگه همین تا دوباره بریم تو باغ ببینیم چی میشه. یه دقیقه حرف نمیزنم، فقط منظره رو ببینیم. خب الان میخوایم بریم، یه اسبی اونجا دیدیم میخوایم بریم پیشش. با ما همراه باشید تا بریم پیش هم. فیلم بردار جلو رو بگی. خب الان ما تو راهیم که دیگه برسیم به اسبه. از اینجا که اسبه فکر نکنم معلومه. الان من زومش میکنم. اونجاست. اسبه رو دارید تو تصویر میبینید. الان ما داریم میریم سمتش. فقط امیدوارم که اسب پشت حصار نباشه و بتونیم بهش نزدیک شیم و بهش دست بزنیم و به شما نشون بدیم. خب الان ما میریم اونجا، بعد دوباره برای شما بیمه رابی تو من. خب دوباره برگشتیم و الان دیگه نزدیک های اسب. نمیتونیم بریم پیشو. ها ما تا جایی که بتونیم به اسب نزدیک میشیم. بچه این اسبیه که میبینید. خب اینم بریم پیشش و کلی غلط دیگه بکنیم. امیدوارم که فقط دگر نزنیم. اینجا حرفون انگار نده. انگار نده. نمیترسیم بریم نزدیکه. بزنه قدر میگه بقیهش میگه. فقط او رو بگی چرا من میگیده او بگی. خب دیگه بچه ها ما میریم خونه، بعد دیگه اونجا دوباره توی باغ فیلم رو شروع میکنیم. بیبار تو من. بچه ها ما داشتیم میرفتیم الان تو باغ که اینجا رو دیدیم. این دوربین کجا زوم کرده من نمیدونم. حالا اینجا دوربین یه جای زوم کرده که با یه لحظه بایستیم. خب دوربین هم درست شد. بچه ها این آب رو میبینین یا آبشار کوچولو درست شده. همون آبیه که از براتون فیلم گرفتیم میافته توی این جوب و دیگه میره تا اون باغای دوردست. دیگه ما بریم تو باغ و بیا.
اسب بودن رو در بیار. خب الان تو برید بار دومم گفت مگه نه؟ حالا اگر بار سومم بگه اسب دیگه چطور میشه؟ بزین بخره. من خودم برات میخرم. من برای پیشنهاد میکنم به شما بگم. خب ما الان اینه میگه خودشه. ما الان میریم که میریم توی باغ. بعدش اونجا فکر کنم دیگه آتیش خاموش شد و آتیشی نداره. بعد اگر دیدیم آش درست شده میریم از آش هم براتون یه فیلمی میگیریم و بعد پایان ویدیو. اینها همشون گرفتی؟ اینا همشون رفیقای منه. اینا میخوان یکیشون خودمون، همشون رفیق همونه دیگه میدونی؟ اینا همشون رفیقای من نه خود چه سرعتی میان طرفم و ما دوست دارن عاشق اونه. قطعش که فکر کنم بچه ها این گوسفندا رو میبینید که در حال خوردن آب هستن. میترسم برم سمتشون. خب الان ما میخوام استرس دارترین کار ممکن رو انجام بدیم. یه لحظه استرس دارترین کار ممکن انجام ندید که ماشین داره میاد. بیا کنار فعلا. خب بس من برم تو خودم بعد دوباره میگم. خب دوباره میخوام برم. من نمیام. بیا بابا یا تو اونا خود منو ده نگشتن، فقط من الان دارم میرم. باشه من خب پیدا کنم. من میرم. من دوباره اومدم ایور. امیر الان رفته اوور. این بازه کوچولو که من ازش ترسیدم. این هم ترسناک. اینا نگاهشون کن اینجوری که میکنن. نگاه بچه ها رها شدیم به دستشون. خدا شد بالاخره من از ترس به خودم ترسیدم. خب الان بریم تو باغ. من الان میرم توش. رفتم. خب ما اومدیم الان دوباره توی باغ. اینا اون کوچولویه که رسیده همی که ورودک. خب نمیدونیم چه کار کنیم واقعیت. بریم همینجور اینجا رو بگردیم تا دیگه تموم بشه. راستی آتیشمون هم خاموش شده بود. الان ما میخوایم بریم آشه فیلم، ولی بدون سر و صدا. اگر حرفی نزدیم ببخشید. بیا بریم. شمونه این آشمون هنوز پخته نشده. من همین الان از شما خداحافظی میکنم. اگر شد فیلم آشم میذارم، اگر هم نشد که دیگه ببخشید. خب لطفاً لایک و دنبال یادتون نره تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.